اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدرم، امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی درس‌های خود را شروع خواهیم نمود. درس امروزه ما و شمایان از کتاب تعظیم العلم، بزرگداشت علم، صحبت خواهیم رفت. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از این کتاب مبارک، شرح تعظیم العلم که از شیخ صالح العثیمی، این عالم بزرگوار که ما در باب نهم الکی رسیدیم، که در این باب در بیان صبر ورزیدن در راه علم، صبر ورزیدن در راه علم، هم تحمل آن و هم وظیفه ادای آن صحبت خواهد رفت. این موضوع یکی از موضوعهای مهم به شمار می رود. صبر ورزیدن در راه آموزش علم و هم در بیان تحمل آن و هم در بیان ادای آن، زیرا هر کار بزرگ و شریف به دست نمی آید مگر با صبر و شکیبایی، و بزرگترین چیزی که نفس می تواند برای رسیدن به مقصدهای بلند تحمل کند، این صبر کردن بر آن است. از این رو صبر و مصاحبه، یعنی صبر کردن یک جا با دیگران، امر است که هم برای به دست آوردن اصل ایمان و هم برای رسیدن به کمال آن امر شده است. چنانکه الله سبحانه و تعالی در کلامش می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و با صابران باشید، صبر نمایید و با دیگران صبر کنید. سوره آل عمران آیه 202. و همچنین الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، و صبر کن با کسانی که پروردگار خود را صبح و شام می‌خوانند و تنها روی او باز بگرد، و سوی او باز بگرد. و در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی فرمود که صبر کن با کسانی که پروردگار خود را صبح و شام می‌خوانند و تنها روی او را می‌خواهند، یعنی که رضای او را. در سوره کهف. و یحیی ابن کثیر در تفسیر این آیه کریمه که تلاوت کرده شد می‌فرماید: هی مجالس الفقه، این صبر نمودن در این آیه کریمه بیانگری آن است که اینها مجلس‌ها که محفل‌های فقهی هستند، فهم و درک دین هستند، و هرگز کسی نمیتواند علم را به دست آورد مگر با صبر. و همچنین ابن کثیر باز فرمودن: لا یستطاع العلم براحة الجسم، علم با راحتی بدن به دست آورده نمی شود. با صبر نمودن شخص یا اینکه انسان از ذلت جاهلی خلاصی می‌یابد. در آموزش علم اسمعی گفته است: من لم یحتمل ذل تعلیم ساعتا، کسی که ذلت یک ساعته تعلیم گرفتن را تحمل کردن نتواند، فباقی فی ذل جهل ابدا، این که باقی میماند در خار و ذلیلی جاهلی ابدا در این خار و ذلیلی جهالت باقی میماند. و با صبر نمودن شخص لذت علم را درک میکند. و گروه از گذشتگان سلف صالح فرموده اند: من لم یحتمل علم تعلیم لم یذق لذت العلم، کسی که درد و سختی تعلیم را تحمل نکند هرگز لذت علم را نمی چشد. و گفتند: ولا بد دون الشهد من سم لسعت، و نیز فرمودند که من لم یرکب المصاعب لم ینل الرغائب، کسی که به سختی ها تن ندهد به آرزوهای بزرگ نمی رسد. این سخنان بیانگر آن است که در آموزش علم باید انسان صبر و تحمل را پیشه نماید تا اینکه لذت علم را بچشد. و کسی که اگر که صبر و تحمل کردن را در آموزش علم نداشته باشد، پس هرگز و هرگز لذت علم را هم نخواهد دید. و کسی که در آموزش علم سختی ها را تحمل نکند به آرزوهای بزرگ هرگز نمیرسد. بارک الله فیکم. و صبر نمودن در علم دو نوع است. میفرماید شیخ: صبر نمودن در علم دو نوع است. اولا صبر در تحمل آن و گرفتن آن، آموزش آن. حفظ نمودن یا از یاد کردن در این صبر لازم است.
است. فهمیدن آن در اینم صبر و شکیبایی لازم است و حاضر شدن در مجلس‌های علمی با اینم بر اینم صبر لازم است که انسان هر وقت رو غنیمت بشمارد و در مجلس‌های علمی حاضر شود و آن مسائلی که بررسی میشد آنها را حفظ نماید و بفهمد و درک نماید و همچنین در بیان ادای حقوق استاد نیز صبر و شکیبایی داشته باشد. این نوع اول صبر در تحمل آن و گرفتن آن علم. نوع دوم صبر در ادای علم و تبلیغ رسانیدن آن به اهل آن، با شاگردان، با مردم. و این قسمت دوم نشستن برای تعلیم گرفتن، برای طالب علم، برای خوانندگان در نزد استادان نشستن، با صبر و شکیبایی، با نیازمندی، با فروتنی علم را آموختن. دوم فهمیدن علم و در بیان فهمش آن صبر و تحمل داشتن و همچنین تحمل خطاها و لغزش‌های آنها نیز صبر می‌خواهد برای اصلاح. و در بالاتر از این دو نوع صبر در علم و صبر در آموزش آن، در استواری و ثابت قدمی که این دو است، گفته‌اند به سوی مرتبه‌های بلند هر کس رو می‌آورد، به سوی مرتبه‌های بلند هر کسی روی می‌آورد، ولی کمند مردانی که با آن استوار بمانند. قدم‌های اولین را هر کسی می‌زند، ما هر کسی رو می‌بینیم که در راه آموزش علم قدم می‌زند، ولی چی بسا مردم کمی هستند که در این قدم زنی‌هایی که در راه علم گذاشتن استوار بمانند باقی تا آخر. و هر کی در این راه صبر و پیشه خود قرار بدهد برای راست استوار خواهد رسید. ابو یعلا الموصلی المحدث گفته است: من از تجربه دیدم و تجربه آن را نشان می‌دهد که صبر بر انجام کارهای نیک اثر نیکویی دارد و چی بسا کم هست کسانی که در امر جدی جهد و کوشش نمایند و همراه آن صبر داشته باشند، مگر آن کسانی که با توفیق الله سبحانه و تعالی به پیروزی میرسند. شرح دهنده شیخ صالح العثیمی الله او را موفق گرداند و حفظش نماید گفته است: مؤلف الله او را موفق گرداند ذکر کرده است در این باب نهم از موضعهای بزرگ داشتن علم که آن صبر در آموزش علم و هم در تحمل و هم در ادا رسانیدن آن می باشد. مردم از تحمل یعنی قبول کردن و گرفتن علم یعنی آموختن آن و مراد از ادا کردن آن رسانیدن آن بر دیگران یعنی تعلیم دادن و پهن کردن این علم است. پس در این راه در این دو مرحله انسان احتیاج به صبر دارد در آموزش علم و رسانیدن آن به سوی مردم در هر دو جانب، هم در گرفتن و هم در جمع آوری آن و هم در دادن و پهن کردن آن، چون هر کاری بزرگ و شریف به دست نمی آید مگر با صبر. از این رو در بسیاری از آیاتها به صبر و مصاحبه یعنی صبر در برابر رقابت و موفقیت امر شده است. گاهی برای به دست آوردن اصل ایمان و گاهی برای رسیدن به کمال آن امر شده است، چنانکه الله میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و با دیگران صبر نمایید و دیگران را به سوی صبر هم دعوت نمایید. در این آیه کریمه اول سبحانه و تعالی مردم را به سوی صبر کردن امر فرمود و سپس به سوی ترغیب کردن این علم، رساندن علم، و سپس الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکری دیگری را نمود و فرمود صبر کن با آنهایی که پروردگارشان را صبحگاهان و شامگاهان یاد میکنند، میخوانند. سوره کهف. و ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارک میفرماید که این معنای مجالس علم رو دارد، یعنی صبر و تحمل شکیبایی در برابر آموزش و فهم کلام الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. این نشانه های یا که نشست های آموزش علم دینی. پس این بیانگر آن است که باید خود را باز دارد و برای نگاهداری خود بر این مجلس های آموزش علم صبر و تحملی نماید و سپس ذکر کرد که علم به دست نمی آید مگر با صبر و برای فایده صبر در راه علم دو چیز نامبر کرد. اولین آنها گفت با واسطه صبر انسان از نادانی رهایی می‌یابد. با واسطه صبر انسان از نادانی رهایی می‌یابد، چون که شرم و عیب جاهل یعنی شخص نادان برطرف نمی‌شود مگر با صبر، با نشستن و آموختن علم. و دوم انسان با واسطه صبر لذت علم را درک می‌کند، چون شیرینی علم تنها با نشستن و آموختن در مدت
مدت‌های طولانی به دست می‌آورد. و مثال را شیخ در اینجا برای ما و شما بیان می‌نماید و می‌فرماید که مثال آن چنین است و می‌فرماید که نفری خواهان عسل، کسی که عسل می‌خواهد که عسل بسیار شیرین گوارا هست، باید بداند که در راه رسیدن به آن عسل سوزش نش‌زنی‌های زنبور رو باید تحمل کرد و صبر نمود، چون شهد یعنی عسل که معمولاً در موم همون چیزی که زنبور عسل می‌گذارد است و کسی بخواد آن را به دست بیاورد ناعلاج باید بر نش‌زنی‌های زنبور صبر و تحمل نماید برای به دست آوردن این چیز گوارا، این چیز زیبا. این بیانگر آن است که در آموزش علم باید انسان صبر و تحملی خیلی والایی را داشته باشد. همین طور هر کار بزرگ پیش از آن سختی‌های هم دارد و هر کسی که می‌خواهد به آن برسد نفس خود را بر صبر کردن بر آن عادت بکناند. و سپس مؤلف در اینجا فرمود که صبر علم دو نوع است: صبر در تحملی آن و گرفتن آن. یعنی در گرفتن علم باید انسان صبر کرد، در حفظ کردن از یاد کردن صبر نمود، در فهمیدن آن درک آن صبر نمود و حاضر شدن در مجلس های علمی نیز برای انسان صبر لازم است. 5 دقیقه 10 دقیقه گوش میدهد و فرار میکند، یا که در هر مجلس در هر گروه های داخل میشد 5 دقیقه فرار میکند، دور میشود. به این وجه انسان هیچ چیز را نمیآموزد، سالهای نیکو و شیرین خود را از دست میدهد و در آخر جاهل باقی میماند، چون که مجلس های علم بعضا طولانی میشوند، دراز میشوند و دانشجو شخصی که میخواد علم را به دست بیاورد باید در آن خود را مجبور بسازد، نفس خود را مجبور بسازد و گوش بدهد تا بسنجد خود را و ببیند که آیا سزاواری به دست آوردن علم را هست یا نه. بیشتری از مردم به راه آنه که صبر را ندارند و تحمل برداشت علم را ندارند میبینی که فرار میکنند، ده ها بار داخل میشوند و بیرون میشوند. چون در گروه ها مشاهده میکنیم. برای همین اگر از نفسش ضعیفی و سستی ببیند انسان، باید آن را به وسیله اشتیاقی به خوبی و امید اجر در نزد الله سبحانه و تعالی وزن کند و خود را مجبور بسازد و خود را در این راه مجبور بسازد. پس در اینجا شیخ حفظه الله تعالی میفرماید که اگر از نفسش ضعیفی و سستی بیند انسان، از نفسش ضعیفی و سستی بیند، باید آن را با واسطه های اشتیاق به سوی آموزش آن و خوبی و امید اجر در نزد الله سبحانه و تعالی وزن کند. در این حالت خود را مجبور بسازد برای صبر بعد از آوردن علم، حتی اگر این مجلس ها طولانی هم شود، دراز هم بشود. و رعایت نمودن حقوق استاد هم صبر میخواهد. و شیخ نوع دوم را ذکر می‌نماید در بیان صبر در آموزش علم. میفرماید صبر در اجرا و رسانیدن علم به دیگران، یعنی پهن کردن آن میان مردم. و بیان میکند که نشستن برای تعلیم دادن مردم و آموزش دادن این صبر را میخواهد، چون اولین چیزی که انسان حس میکند و پی میبرد این لذت علم است. اگر انسان در خود لذت علم را پی برد و حس کرد، احساس میکند. اگر وقت مدت طولانی هم بکشد مینشیند، هر مشغولیت های را ترک میکند و این برای نفس شاید سنگین شود، سخت بگردد و هر کسی در این راه هم موفق نمیگردد مگر آن کسانی که الله آنها را موفق بگرداند، مگر آن کسانی که الله سبحانه و تعالی آنها را موفق بگرداند. پس موفقیت تنها در اساس صبر نمودن و نشستن و آموزش علم به دست میآورد. بنابراین شخص باید نفسش را مجبور کند که صبر نماید برای نشستن و طولانی به دست آوردن علم و شاگرد باید این تحمل این را داشته باشد و کسی که تحمل صبر کردن برای آموزش علم را ندارد، علم به دست نمیآورد، هیچ وقت و هیچگاه موفق نمیگردد. از اینجا چیزی را گرفت، از آنجا چیزی را گرفت، در آخر هیچ چیزی را نگرفت. و هر کسی که با تعلیم و تدریس، با تعلیم گرفتن و درس دادن مشغول شود، میداند که در اول تعلیم شیرین است، ولی بدتر برای ادامه دادن و صبر در آن صبر زیاد لازم است. و بعدا گفت و فرمود فهمانیدن به شاگرد صبر میخواهد. این قسمت، این نقطه برای استادان است در مسائل، در آموزش، در تحمل، زیرا ممکن است که انسان چیزی بگوید و شاگرد آن را نفهمد. در اینجا شاگرد میباید که سوال نماید، از استاد بپرسد و استاد در برابر سوالات شاگرد صبر نماید، بر شاگرد این مسائل را فهماندهی کند. پس باید بر استاد لازم است که آن را تکرار نماید تا شاگرد بفهمد. مثل رفتار پیامبر الله صلی الله علیه و سلم که حدیث را از 1 تا 3 بار از این دم زیادتر تکرار میکرد تا که صحابگان کرام آن را بفهمند. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. یعنی دیگر از نمودهای صبر تحمل خطاها و به احترامی هایی که از بعضی از شاگردان که از بعضی از مردم میشود
این رو باید استاد تحمل نماید، چون انسان فطرتا میتواند خطا کند. از جمله خطاهایی که دانشجویان یا که گوش کننده ها یا که شاگردان میکنند اشتباه یا که بدرفتاری با استادان است، یا که بد اخلاقی، یا که سخنهای ناگوار، زشت، ناسزا، یا که نسبت درس ها به اهمیتی کردن که این بر استاد سخت میرسد. برای همین آموزگار عاقل باید بداند که چنین حالت ها پیش می آید برای وی و شریعت برای او میفرماید که صبر کند، تحمل نماید، با رحمی، با مهربانی، با خوشحالی با آنها رفتار نماید. و سپس مؤلف فرمود که اگر شخص نگاه نماید، نگریست و آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم تحمل میکرد، برداشت میکرد، چگونه مردم حتی لباس او را سخت میکشیدند، حتی تا آن درجه ای که در بدن رسول الله آثار انهم لباس که بدن لباس پیامبر میکشیدند، آثار آن در بدن پیامبر پیدا میشد. با وجود این پیامبر صلی الله علیه و سلم صبر میکرد. پس باید تعلیم دهنده از این قسمت های سرگذشت پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم بگیرد و بداند که کسانی که امروز به آنها تعلیم میدهد، به آنها درجه به درجه میرساند، باید تحمل پذیر باشد از آزار آنها. و سپس فرمود که دو نوع صبر در آموزش علم، یعنی صبر در آموختن علم و صبر در رسانیدن آن. صبر در آموختن علم که ذکر کردیم و صبر در رسانیدن آن که ذکر کردیم. در این باید ثابت بماند انسان، یعنی نه تنها باید صبر کرد، بلکه باید صبر بر بالای صبر پیهم باشد، پایداری و ثابت قدم داشتن، زیرا صبر انسان میتواند سست شود. بنابراین لازم است که بر او استواری بر دوام بودن. برای همین در اینجا یک شعر، یک مثل شعر را ذکر مینماید که من ترجمه آن را با شما میرسانم. میفرماید که هر کس برای رسیدن به مقام های بلند جهد و تلاش ها را باید تلاش نماید، ولی استواری و پایداری در راه آموزش علم، تعلیم گرفتن و تعلیم دادن در میان مردم خیلی از کسانی هستند که کامیاب بگردند. یعنی مقصد پایان راه خیلی کوتاه است و بسیاری از مردم اول راه را قدم های مستحکم میگذارند اما در آخر آن را ترک مینمایند. برای همین درجه فرمود که انسان باید قدم های جدی و استواری را بگذارد. بسیار کسان آغاز میکنند آموزش علم را، جهد و کوشش مینمایند، اما کمند آنهایی که تا آخر استوار بمانند و به مقصدهای بزرگ برسند. این گونه آدم‌ها خیلی کم هستند، چون اساس و مهم این به مقصد رسیدن است. و سپس اشاره کرد به گفته خود در منظومه هدایت: استواری در بین مردم کاملا گم شده است. استواری در راه علم آموختن و آموزش آن و تعلیم آن کاملا گم شده است. اما آن کسانی که آن کسانی که صبر و استواری کنند شرف و غلبه را حتما به دست می‌آورند. و سپس فرمود که کسی که دائما با صبر باشد به راستی، به راهنمایی، با روشنایی میرسد، یعنی با خوبی به نتیجه خوب میرسد. و سپس یک بیت را از ابو یعلا موصلی برای ما میآورد، میفرماید که معنی آن این است که من دیدم و تجربه روزگار آن را نشان داد. من دیدم و تجربه روزگار آن را نشان داد که صبر عاقبت خوب و نتیجه پسندیده ای دارد و کم کسانی یافت می شود که در راه خود جدی باشند، در راه آموزش علم جدی باشند و صبر را همراه آن کنند، با جدیت خود صبر داشته باشند، مگر آنکه به پیروزی و کامیابی خواهند رسید. پس برای همین برادران و خواهران گرامی بدانید که صبر تنها برای آغاز کردن کار نیست، بلکه برقرار ماندن و بر دوام در این راه ماندن است. بس هر کسی که در آموزش علم را، هر کسی که علم را دوست بدارد و در آموزش علم صبر را پیش نماید، صبر را همسفر خود بگیرد، به شرافت، به کمالات، به فتح، پیروزی و کامیابی میرسد. اما کسی که اگر این را ترک نمود به هیچ جای نمیرسد، به هیچ پیروزی نمیرسد، بلکه در آخر به ناکامیابی ها خواهد رسید و ناکام خواهد شد و هیچ چیز را به دست نمیآورد و در آخر به آن جای میرسد که هیچ علم ندارد و هیچ دانش ندارد. الله ما را از این آفت ها نگاه بدارد، چون این آفت ها انسان را بر ناخوبی ها برده میرساند. بر ناخوبی ها این آفت ها انسان را برده میرساند. صبر نداشتن و نآموختن یا اینکه رغبت نداشتن بر علم و آموزش آن و همچنین همسفر آن نبودن، این چیزها انسان را هیچگاه با شرافت، با کمالات، با فتح، پیروزی و کامیابی نمیرساند. عاقبت انسان شکست میخورد. پس به خاطر شکست نخوردن در آموزش علم انسان باید هر سختی را طی نماید برای به موفق گشتن بر آینده روشن خود، از هر چیز گذشت نماید و به هر سختی قدم بنهد. این است که انسان به اذن الله تعالی موفق میگردد، هم در این دنیا خوشبخت میشود
و هم خوشبختی را در آخرت به دست خواهد آورد. اما کسی که این را نداشته باشد وای همون خیلی باقی میماند، بلکه خطر خوف است که ایمان خود را از دست بدهد اگر نسبت آموزش احکام شریعت، آن چیزی که برای انسان لازم و مهم است، آن را به اهمیتی نماید، به پروایی نماید. چون این گونه انسان ها نسبت آموزش احکام شریعت به پرواها زیاد هستند که در آخر نه موفق شدند، نه چیزی از دنیا رو هم به دست آوردند و در آخرت خوار و ذلیل هم گشتند. برای همین استواری در راه آموزش علم این یکی از سبب‌های موفقیت در این دنیا هست، خوشحالی و پیروزی و کامیابی، و در آخرت هم باذن الله تعالی از اهل خیر و نیکو قرار خواهد گرفت. برای همین برادران و خواهران گرامی، هنگامی که شما می‌خواهید قدم‌های اولین خود را که با یک نیکویی، با یک خوشحالی، با یک تلاش نیکو می‌خواهید قدم بگذارید و علم بیاموزید، اگر در سختی‌ها گرفتار شدید، در مشکلات‌ها گرفتار شدید، ترک نکنید، به هیچ حالت علم بیاموزید و در این راه صابر باشید، چون با راه صبر انسان بر خوشبختی‌ها خواهد رسید. الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان موفقیت را نصیب روزی بگرداند و توفیق بدهد که در آموزش علم بی پروا و بی اهمیت نباشیم، بلکه پروا داشته باشیم و با آنهای نشست داشته باشیم که علم را دوست می‌دارند و در آموزش علم هستند. چون هر کسی که رفیقش عالم باشد وای هرگز ناکام نمی‌شود، بلکه همیشه پیروزی‌های در پیش دارد، همیشه خوشبختی‌های در پیش دارد. بارک الله فیکم. در همین جا درس را در این باب، در باب نهم، در بیان آموزش علم و صبر در آن و تبلیغ علم و صبر در آن به پایان میرسانیم و از پروردگار دعا میکنیم، به سوی او دست بر دعا میبرداریم و میگوییم ای پروردگار بزرگ، آن چیزی را که به سوی تو ما را به سوی تو نزدیک می‌نماید، ما را با آن پیروز بگردان و ما را دوست داری آن چیز قرار بده که پروردگار تو خود دوست می‌داری و ما را با آن چیز موافق بگردان که پروردگار را تو آن را خوش می‌دانی و پروردگار ما را با آن کسان برسان، ما را یار و دوست داری آن کسان قرار بده که سبب نیکویی ما باشد، سبب خوشبختی ما باشد و پروردگار ما را از آن کسان دور بساز که سبب بدبختی ما بگردد. پروردگار با ما همه علم‌های منفعت آور و نصیب روزی بگردان و رزق حلال و عمل مقبول عطا فرما و ما را برای راست هدایت کن. ای پروردگار مهربان، دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما و دنیای ما را که زندگی ما و خوشبختی ما در این دنیاست اصلاح نما و آخرتم را بازگشت نیکو بگردان و اصلاح نما. پروردگار را در این دنیا برای ما نیکویی عطا فرما و در آخرت نیکویی عطا فرما و ما را از عذاب جهنم رهایی ببخش و ما را از اهل جنت قرار بده. پروردگار را اختلافی که بین امت است اصلاح کن، دلهای ما را به هم نزدیک ساز و ما را براهای صلح و آشتی هدایت فرما و همه آنمان را در این دنیا توفیق بر بندگی عطا فرما که ما با نوری روشن که نور این توحید است و سنت است و این به دست آورده نمیشد مگر با آموزش آن و صبر و تحمل، نصیب روزی بگردان و ما را از تاریکی ها و ظلمات ها که این راه شرک و کفر و بدعت است که به ناآموختن علم انسان دچار آن میگردد، ما را برطرف و دور بساز. پروردگار را گذشتگان ما را رحمت و مغفرت نما و زندگان ما را توفیق بر بندگی عطا فرما و پروردگار را و در آخر از تو آمرزش میخواهیم و به سوی تو توبه میکنیم و درود و سلام به پایان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باد و اهل بیتش و یارانش. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.